وای شب عید است و ای جانانه من شده مانند زندان خانه من وی به دست خوب من دیلوان کو تسلا شدل دیوانه من ای نازنینم کجا تو پا گذاری به زمینم ای اگه دردم یکی بودی چی بودی وای اگه غم اندکی بودی چی بودی وای من میگم تو چلی عقل کمال نداری؟ نه میگه در کودکی که برفتی زبان کودکی بیاموز نه در عقل کمال که بسته صفر تو اگه عقل نوشتی مزای خونه مردم نمیشدی مزای ملکی؟ مزای ملکی میگم آخه تو بد نیه که تو از این خونه خود خوبه میخیزی میری با خونه نورالله اینا تا خود دراز میکنی فیلم سی میکنی هر روز چی گپ اونجا میگی؟ خونه داده نمه خونه داده باشه که باشه من چرا نمیرم؟ پرنمایا خب من بالکل نماسته باشم ما با هر ماه یک دفعه دوی دفعه میرم یک خبر از داده میگیرم پس میام همیتی گفته که روز تا شما اونجا خود برته بده عروسی اونجا چی گپ چی خوردم از اینا مرد؟ هیچی نخوردی با تلویزیون خونه داره بیا بخر تلویزیون بخر کنم بیا باید بشینه تلویزیون سی کنم فیلم جکسی جیکسون گیلک بعد این تو کارا خود نکن چرا؟ نورالله میگه به گیلک باشه خونه داده رو بیا رو چشام جا داره هفته یک بار برج یک بار میگم هر روز اینجا پا خود دراز کنی تو فیلم نگاه کنی میگه من زن برای دارم آخی نه خوار رو کنی جاسته باشه دیگه بله دیگه اونجا خواری همون چیه خوار کی؟ خوار نورالله یک دم آشپزخونه میره یک دم زیر خونه میره یک دم زیر خونه میره یک دم لباسشویی میکنه کار داره دیگه مردم اگه خوار تو هست خوار من هست آخه هر گروه خود رو تاک شیرین میکنه کو هم مطالیه یعنی که کارا سویکی خونه که بعده نه دیگه پر خاطر نمایم تو به من میگی حالا گیلک من نمیدونم که مردم های تو ما تو هر روز میری من نمیرم تو که بچه بیدار شد و بعد دیگه من از بخواهد به جنجال گفت بزنم الا خوشو داشتم غلق بیا مالا خوشو دیگه نه که میتی گفت آن بود تو میشه میز شخص مطر رو با بعد که دیگه بزنه بابا ما میرم نگاه من کجا پا خود درست کردم ایتی شیشته هم ایت مثلا شیشته هم اونجا فیلم سی میکنم من پا شیشته پا خود می درست کنی اگه تو پا خود درست کنی شیشته خیلی خب پا درست کردن که ایته این پا درست کردن این پا درست کردنه ایتا نیمتنه پا درازه بعد تو بخی دیگه تمام به سر خوب بیار دیگه دوست شما تو خور به تا کشیرین کن تو چرا به من میگی تو خور به تا کشیرین بعد دیگه تو با کفت میتی تو دیونه میدونی کرون شدی دیگه کلان شدم باشه کلان شدم هم عقل یادی من ندیدم خواره بخوردم خواری ها نه خوردی خواهم دیگه میگم بعد بخوری مردم هر روز بیایی نمیرم نمیرم دیگه به خودی دقیق من دیگه نمیرم برو زنده رو هفته یک بار ما یک بار یک خبر داده دیگه پس بیا دیگه تو چی میکنی جگه هر روز میری کچه برو بخر تلویزیونی بخر میخری والا پول به دست نبیه نمیخری تلویزیونی بخر که من فیلم سریالا فیلم خوش دارم برو سید کنم اینجا میرم خود اینا فقط میگی تو اینجا بخیر و نه رو بخوری خیلی باشه خوبه پول پیدا کنم مستم خوبه بعد اگه برای من نمیتونم من از خود جنجال کنم بعد اگه تو خود تو مگه بفهمی گرمه چه کاره فلانه تو با من عقل کمال یاد میدی با کجا میری؟ چی میرم خونه سر خواهم میگذارم خوب یک
یک چندلف کسی به گواه نناختنده. خب چه کار کنم؟ من چی خاکی به سر خود کنم؟ هیچ وقت من نمیتونم اینا رو برد یک کاری ری کنم. یک کار از این از یک کار دیگه اینا عبرت تره، گنده تره. گوی ری میکنم میگو یک بغل علف بودی بیا بدره بیار به خور گوی نازنکمی گو بخوره. بازم میبینو هیچ کاری نکرده، علف نداره بیده گو جمع نکرده. من نمیفهمم بابا واقعی قداد میکشین. بابا شاخی خداد نکشون. ها این شاخی خداد همین دو گفتم ری کردم گفتم ببریم به صحرا کم یک بغل علف بدره همینا گو میخوره. بابا خود شما میفهمین اون به تا قبال و تا خوری اون علف بیاوردم سبز اونا رو بخورد حال پوخوردم هر دمردم خون نمیشه که ما دو پر سبز داریم اینا رو هم بدیم به یک بابا جان بریم این پوخی زرده که 2 سال به تا قانون پرتو بده تو بیاوردی به گوی که بناختی میخوره ای. میگم یک چیزی ما به شما بگم خب بگو. با شما اگه گوشنه باشیم اگه گوشنگی سنگ نمیخوریم. باید گوشنگی خورین، باید گوشنگی خورین که به زور همی بخورین. خب بابا الان نمیشه که ما الان صبح زمستونی میشه با کجا بیاریم با آخه بابا همین گو که میفهمی این گو شیریه این سفیدی تا کاسی مانه این اگه باری نخوره خوب ندیم بری از این نماشون مادر تو چی بدوشه؟ و دو وعده سه وعده بابا یک وعده پوخم مادر من میگه پوخارم بده. مادر تو زن نمیفهمه بابا میریشه به گو خونه سفید نکردم میبرد گو مار سفید کردم. بابا از این گپا اله کنید رد از این گو اینا حل میشه. شما از این بگیم که شما همه فکر میکنه که همی گیله بسربری نورالله سال بم 12 ما میایه به تا خونه مالنگا خود دراز میکنه که من تلویزیون سعی میکنم همی با ما بد نیه همی با ما ننگی نیه ما خواهر جوونه داریم. میگم بابا ما که یعنی روم نمیشه باید ما همین نورالله رو بفهمونم. بابا آدم وقتی که همی عدست یکی میتا برزاب باشه مثلا به سر رو نیه او که خودی روی نداره که مثلا به روی خوب بخوره بفهمه که حداقل نیایم یا مادر رو بفهمونه یا یک آدم یار اثر آواد اینا بفهمونه یا می زن برار من نورالله عقل بکشه بگه نه یا برار توی زد سلام آخی مردم به ما بد میگه. درسته بابا گیلک فرض مثال سادیه او تا مثلا آدم به چشمینیه مردم چی میگه بابا؟ آخه بابا همین گپایی که تو میگی من عقلم میکشه من میفهمم دل جگر خور بخوردم بابا با خدا دل جگر خور بخوردم حالی چکار مگر میخانم این نورالله بیانه بابا شما خود شما بگو بگیم بفهمم خود تو من دیار میکنم نورالله بیانه میتو نمیشه از این بفهمم بابا سر پیش بابا والله رمضان به سرا بودیم یک ترمز چای که میاردی خبر داریم مبدری داشتم از تو من برو گوه جمع بابا بابا سر حقیقت چه سلام علیک بابا این بر بستگه چی گپ بابا چی قول مقاله بابا به خدا خوب یعنی دیگه نمیتونم چیزی بگم میگم بابا چی گپ بابا باید اعصاب خود خراب نکنید چی مسئله که من با خدا هم تو دل می جوش میزنه که بزنم هم دهن تو خیلی بابا خیلی بزنیم بابا حق داریم کلون من پیار من بزنیم چی پیاتونم پیر دارید چی گپ بابا چه کار شده لالا رمضان باشه من میگم بابا لالا سکو بابا عظیمی میگه که میگی لخ سروری شما فرض مثال میه من خونه میایه من دیگه 24 سال لنگای درازه که من تلویزیون سعی میکنم مردم مثلا قوم خشام بد میگه با ما خواهر جوونه داریم گیلک بچی مجردیه درسته بچی صاف صادقیه منتها مردم چی میگن خیلی لالا خیلی بابا یک دقیقه بگذاریم یک کلمه گپ بزنم بابا یک صبر کن بابا یک دقیقه سکو برو رو خوب بگم اصلا من یک چیزی بگم می برار از عباس هم که بچی میخونه نه چرا به ما یک دفعه نمیایم میایم یک خوش آمد خود خواهر کو میکنه دورو میره به خونه مثلا خود خواهر کو خوش آمد میکنه پیاله چای ماست باشه میخوره رد 10 دقیقه یک سر است ور میخزه میره میگه انگور خود به تاک شیرین میکنه سکو برو رو خوب بگم خوب گپ میزنی من همین چند وقت پیش هم برای خودم گیلک گفتم سکو خصوصی خوب بگردم اگر میای به می سرامو بر ما یک دفعه بیا به دو ما یک دفعه اول مزن براره دارم نمیفهمه بگم گفتم اول مزن براره دارم جوون جال دیوم خوار دارم جوون جال حالا تو که بیایی نمیگم مثلا به خاطر خوار کو میایی مثلا نمی زن برار من خونه خود در میشه سر دید که اون ما برای عباس هم گفتم برو برای گیلک بگو براری مثلا
او دیگه همون مثلا تو سر میخوری همون زنی و سر لیست که به در میشه خوبیت نداره گناه داره این کار به درد نمیخوره میگه هر چی که ما بزنی میگه ما تلویزیون نداره به خاطر تلویزیون اصلا میاد چیزی بگم بم خونه که خواهر عروسی کرده باشه برار هر روز چی حق داره که بیاید غیر از اون خواهر دیگه به مو خونه زنده سر نیه میگو صبر کن بابا رمضان همه خصوص بویا آمد 2 دفعه 3 دفعه خان مربه گرفتم که همه کی نمیای 24 ساعت به لنگای درازه این شما محرمه یا نه؟ ماما به من بگو فروش به من بگو تا گویی چی گپ هرچی به سرا شما میان گیلک پای دراز کرده آخی خسور بوری با برار افزد چی نداره که بیاید سیکو بابا یک کار میکنی سیکنی شما یک کار میکنی من برار من میریشیستی با خسور مکم رو من نمیشه که بگم بعد من میرم به خسور بوری خو میگم شما اگه خسور مردیدیم یا رمضان برار ما خسور مردید اگه از ما چی نه اگه میگیم برو در ما زن جون داریم خواهر جون دارم ما به سرا خو دیگه بچی تو گیلاگ حق ندارم سیکو بابا من یک کلمه آخری به تو بگم بیشتر دیگه نمی دفعه دیوم اگه دیدم گیلک به همین سرا لنگای دراز کرده اینجا قلتیده تو بابا جو از سرا بیرون میکنم برو به سرا خود میگه من نمیفهمم گپ شما نگو پس اگه من کلمه گپ بگو رولا برار میگه والله تو تو یک دفعه می تو برو خسر ما بس هر زمینای همین چند کلمه گپم خسر مزن حالا اگه ما برم به خسر خو بگم میگه بابا خاطر لقمه نونی کمی بچی ما به سرا از داخل میشه به خاطر همین میگه بگو فقط کاکا جمعه دیگه گپ ندارم هر بعد خوار معروف شده سرا برا بچه تو رو ساده بیایه زن مم جوونه خوار مم جوونه ما به خوار گیلا کاری ندارم اختیار خود هر رقم کو زندگی میکنه همین خدمات ما بران بو پیار خو به گزمان بابا چه دیگه من کلمه آخر به تو بابا خب من دیگه نمیتونم سرا بابا من علف هم درو کنم گوار کمی علف بابا جو بیار من در دستانم کمی علف بیار خدا مینا خطی برم به سرا برم من نمیتونم از این بیشتر من خیر بابا خدا حافظ بابا برم فکرم یک گاو بگی که یک گاو توش نیه خوبه به خونه با قال مقال نکنیم بابا ای بابا ای خدا دیگه خدا این گیلک چه کار کنم برای میگم تو برو کمک علف دره کو ایشون گو گوسفندا من دادیم میره تو همشون بخونه خوار خو میره من نمیفهم این از این خونه خوار خو چی اینه چه کاره چی رقمه جر پیش خو سیکو پیش پا خو سیکو بابا خاک برندم یه علف چه بزیر پا ماماد بار بلب همین علف تو به زمین زده دیگه ببین وای جان بعد دیگه پار یلدی مار جواب داد کی؟ ببینه چرا چی خاطره؟ گفتک به خاطر ماما میگی لک گفتک هر روزی بر میخده میای اینجا گالنگا خود راز میکنه اینجا و تالیه که این میای خودی کله گنده خود این خود خسرا خونه نداره زندگی نداره که این بی سر بی صاحب هر روز یک روز دمیون شو میای همین جگاه بابا ما به بالا افتادیم چی رقمه ما جواب داد گفت بریم برای کار خودی پیار من خودی مادر من مغله و که پیار من اعصاب خراب شد کاکا تو رمضان هم که بیامده خنده بگیری گفت که دست گیلک ماشی موضوع ببین چه کار کنی دیگه چیکار کنی یعنی کل گناه فساد پیشه گیلک مامامه حالا شما رو به واسطه گیلک به شما جواب داد گردن ما برنیه امیت بگم اوقات ما تلخ نکرده امیت اوقات ما تلخ کرده که بیاد و بیاندازه کاکا تو رمضان هم میخنده بگی که ما دست گیلک بازای ما شما ما خوار جون جایل دارم راست میگه همه ما به مو خونه جوان جایل مجرد گیلک هم میایه ببین ما اعصاب خراب شد میگه انگور خود به تاک شیرین میکنه بفهمیدیم ببین حالا کمکتی از اینا چیکار کنی نمی با شما گیلک دیگه ما به گیلک میگم که دیگه به سر شما نه ببین چیکار کنی ما بیایم سر شما بشینی سر شما بشینی ما گیلک از سر شما میگردونم دیگه چی میگی خالی چی فایده داره که بگردونی یا نگردونی مارکا جواب داد بابا خود جایی پیدا میکنین که جلو پستک شما میرید و کوچه گردن ما بند میشیم گاردی بریم به زیارت کنیم همین تو گو بیای پس به سر ما بیایم میشیم اگه به تو گو خوبه من ببینم به پیار خو خبر به پیار خو اگه به شما جواب داد بیام من بیا اما دی خونم پیش فوق سه کنه که نفته کی کجی
بله بابو سگو چی میگم؟ بگی به بابو خود سلام بگو. خوب بگو به بابو سلام میگو. خوب. بعد از دو سلام اگر شما واسطه به بچی تا که شما بچه خود جواب دادین من بچه خود میگردونم نه مقدار مطرف شما اما بچه خود سرا بدر نکو چی که نکنم ببین به این گفت متوجه کنه چی که به او کل خرابیه ببین مقصد اعصاب خرابیه بد اخلاقیه بازم گفتن بره بگو بگو مامان گیلک از سرا میگرده سگو اگه قبول که نکرد بیام اون دو خانه دیگه فارغ بیام بشین اون دو خانه